سلام دوستان، این برنامه ترانسفر در عمل است و ما چون عادت سخن را از فوتبال تاجیکان شروع میکنیم. ادریس مینوی گانگی که یک زمان سپری با اعتماد در صف ارتشیان بود، در صف شیرانی دوشنبگی با دراز سبزیدن نتوانست و قرارداد همکاری با موافقه با بازیکن از جانب استقلال بکار کرده شد. حاصلاتی فرخار باشد، باز 4 بازیکن را از تیمش با استراحت بهمولت رخصت داد. اینها امیرجان خدایدادوف، نیدایار زبیروف، شهزاد دولتوف و تیمور محمد مرادوف می باشند. همچنین رستم رضاییف دروازه‌بان سابقه‌دار حاصلات کارنامه فوتبال بازیش را خاتمه بخشید. از این پس رستم رضاییف همچون مربی دروازه‌بان‌ها فعالیتش را در دسته حاصلات ادامه می‌دهد. دسته خوجند باشد، فوتبال بازی 23 ساله را از داغستان مورد بررسی قرار داده است. بازیگر تا این دم در هیئت دسته دینامو لگیون مخچکالها در موقع دفاعگر مرکزی هنرنمایی می‌کرده است. محاربه بدون قاعده در فوتبال ما کم بود که باز همشهری حبیب و اسلام مخچف را آوردنی‌اند. اگر این داغستانی به خوجند بیاید، پس این دسته به زوری به زینای افتخاری برآمده می‌تواند. وقتی که گپ سری ترانسفرهای تیم‌های خارج می‌رفت، البته که باید از وطنی فوتبال شروع کرد، زیرا بهترین لیگ فوتبالی محض همانجاست. اینجا باید گفت که چلسی سروان اسپانیایی سر اسپیلیکویتا را از دست گسیل کرد و این هم بعد 11 سال همزیستی یک جایه و 9 جایزه می باشد. بعد 11 سال 508 بازی و 9 جایزه سر اسپیلیکویتا قرار کرد که وقت رفتن از چلسی هم رسید. با کلیان دستاوردها او را تبریک میکنیم. تو همه وقت نفری دستان چلسی باقی میمانی. اسپی اولین نفری گردید که کلی جایزه ها را با چلسی به دست آورده است، ولی بعد آن دید که شماره جوانان دوران معاصر در تیم لندنی زیاد شد، عمیق درک نمود که احترام هم نسبت بزرگان کم مانده است. از این رو به یگان سردردی و نصیحت به جوانان امروز مکانی براحتی را در وطن دریافت. چلسی باشد بعد گسیل کنی هر پیریکار همانا یک جوانی را از رسته بازار به کف می کند. این نوبت بر عوض 4 میلیون پوند استرلینگ ایش ساموئل اسمیت 17 ساله از اورتون آورده شد. شرطنامه با این دفاعگر به مهلت 3 سال بسته شده. در موسم قبلی پرمیر لیگ انگلیس U21 ساموئل اسمیت 15 بازی گذرانیده است. خواهی اگر به اجاره نرود، ممکن 15 بازی دیگر در صف جوانان چلسی به میدان می آید. از لندن خیالاً دور نمی رویم، زیرا درباره ارسنال هم یگان چیز گفتن در کار است. درباره ارسنال همین را می توان گفت که این دسته گرانیت جاکا را با ارزش 25 میلیون یورو به بایر فروخت و داروسازان باشند به او شرطنامه تا سال 2028 امضا نمودند. جاکا در بوندسلیگا الکی در صف بروسیا گلادباخ از سال 2012 تا سال 2016 برآمد نموده، بعداً به پرمیر لیگ انگلیس آمد و آنجا 225 مرتبه به میدان آمد. با ارسنال باشد گرانیت 2 جام انگلیا و 2 سوپر جام انگلیا به دست آورد، ولی قهرمان شدن نتوانست و از این رو برایش سرود شب بخیر را خواندند. خیربادی بزرگی دیگری در انگلیا به دخیا ربط دارد، زیرا این نفر دید که از قفایش بسیار کار کردند و از پشتش دستی‌ها زیادند. بعد 12 سال از من یونایتد کار کرد و رفت. جانیبا رسما از رفتن دروازه‌بان اسپانی اعلان نموده و صف میو باشد و از اتلتیکو سال 2011 آمده بود. دخیا در صف دیوانی سرخ 545 بازی گذرانیده، در 190 رقابت گل به دروازه‌اش عموما سر نداده است و این هم نشانداد رکوردی برای کل دروازه‌بان‌های یونایتد میباشد. دروازه‌بان 32 ساله با باشگاه انگلیسی 5 جایزه از زمره پریزی در پرمیر لیگ انگلیا، لیگ اروپا، جام انگلیا و لیگ انگلیا و جام لیگ انگلیا 2 مرتبگی به دست آورده است. بعد گرفتن چنین شماره زیادی جایزه‌های انگلیسی برای این دروازه‌بان هم فکر می‌کنم یا به زوری یا به زر به ملک عربیان رفتن ضرور می‌آید. از انگلیای بارانی به اسپانیا آفتابی می‌گذریم و همانا از شکست و رخت ترانسفری بارسا بر مقابل ریال می‌گوییم.
زیرا هرچند که راهبران بارسا از پشت استعداد نادر ترکی نمی‌دویدند، یک پیشنهاد سرپول روغنی ریال جانب آردا گولر دسته خاوی را پیش پا داد. آردا گولر 18 ساله ریال را انتخاب نمود، به مادرید با مادرش آمد و با گالاکتیکوس شرطنامه تا سال 2029 امضا کرد، در حالی که لاپورتا با دهان باز کل این منظره را تماشا می‌کرد. تیم مادریدی هم با ویخور از امضاکنی شرطنامه با سابق بازیگر فنرباخچه اعلان نموده، چطور معلوم است به ترکیه 20 میلیون یورو روان کرده می شود. 10 میلیونی دیگر باشد در شکل علاوه پولی ها مقرر کرده شده است. هر دسته ای که جسارت پیدا می کند گولر را بخرد باید 17.5 میلیون یورو پرداخت کند و البته 20% باز هم به ترکیه می رود. ببینید ریال مادرید اگر موسم سر نشده بارسا را سرخم کرده است، بازی ها سر شوند، فکر می کنم برای خواهی دیگر نگاه هم کرده نمی شود. دسته دیگر اسپانی با نام رایو والکانو باشد. دور نرفته دفاعگر اساسونا آریدان ارناندز 34 ساله را شامل تیم کرد و شرطنامه تا سال 2025 امضا کرد. ارناندز در صف اساسونا از سال 2017 برآمد نموده، در موسم قبلی لالیگا 23 بازی گذرانید. اتلتیکوی دفاع کن باشد، برای ویران نکردن تاکتیک احتیاطکارانه سیمئونه باز هم دفاعگر آورد. این هم گریزه ترکیه از لستر سیتی چاگلار سویونجو است که به پول آمد و شرطنامه 4 ساله را صاحب شد. سویونجوی 27 ساله در صف لستر 5 سال گذرانید، ولی موسم قبلی تنها 7 مرتبه به میدان آمده بود. آخرین سخن سودایی از فوتبال اسپانی آن است که بتیس هم به گفته که از دیگران قفا نماند یک بازیگری به گریختگی از لستر سیتی را به دست آورد. این هم ایاس پرس 29 ساله است که با بتیس شرطنامه تا سال 2027 نوشته کرد. پرس باشد در قیاس با بازیگران دیگر از لستر سیتی از ماه ینوری سال روان تاریخ اجاره در بتیس بوده. بعد آنی که در 19 بازی 3 گل زد و دید روبهان دوم را خوده کرده به چمپیونشیپ رفتند، دیگر میل بازگشت به انگلیا را از سرش تماما دور کرد. گپ که سر ایتالیا رفت، نخست از اینتر باید شروع کرد. اینتر از اجارهگیری دوید فراتزه از ساسولو اعلان نمود و باید با انجام مهلت اجاره بازیگر حتما بر عوض 26-27 میلیون یورو خریداری کرده شود. در موسم قبلی سری آ فراتزی 36 بازی و 7 گل دارد. اینتر همچنین ساموئل مولاتیری را با ارزش 6 میلیون یورو به ساسولو فروخت. این هم بهترین نشانزن فرزینان در موسم قبلی بود. در موسم قبلی بازیگر در سری ب در صف فرزینان برآمد کرده با 12 گل بهترین نشانزن چمپیونات شده است. اینتر باشد خود فرانچسکو اچربی 35 ساله را از لاتزیو خریداری کرد. در موسم 22-23 دفاعگر طریق اجاره در صف اینتر برآمد کرده، جانب نیراتزوری از حق خریداری در شرطنامه اجاروی استفاده برد. در این برابر روبرتو گالاردینی از اینتر به صف مونسا پیوست و شرطنامه 1 ساله امضا کرد. بعد 6.5 موسم اخیراً گالاردینی اینتر را چون فوتبالباز آزاد ترک نمود. گالاردینی خود به صف اینتر در موسم 16-17 گزارش نموده، در این فرصت 190 بازی انجام داد، سکودتو به دست آورد و 2 مرتبگی جام و سوپر جام ایتالیا را طوری سر برداشت. تیم دیگری میلانی با نام میلان باشد به پول لوکا رامیروی 18 ساله را از لاتزیو آورد و شرطنامه تا سال 2027 با او امضا کرد. زاده مکزیکا با شهروندی آرژانتینا در تیم نوش تحت رقم 18 برآمد میکند. سابق بازیگر میلان الکساندر مرکل باشد به صف خط از امارات متحده عرب به مهلت 1 موسم گزارش نمود. سابق نیمه‌نهایی 31 ساله منتخب قزاقستان که پیشتر در صف تیم‌های الفیصلی سعودی، هراکلس هلندی، بوخوم آلمانی، اودینیز جنوا و میلان ایتالیایی، واتفورد انگلیسی و گازیانتپ ترکی برآمد کرده است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.